سلام دوستان. ما امروز میخوایم به این سوال بپردازیم که ما چطور با نرم افزار هونت میتونیم تغییرات عفونت در واحد زمان یا همون ترند گرفتن رو انجام بدیم. روی هونت کلیک میکنیم، آزمایشگاه خودمون رو اوپن میکنیم و روی نوار ابزار منوها روی دیتا آنالیز کلیک میکنیم. دیتا آنالیز رو انتخاب میکنیم. نوع آنالیز رو حتما باید مشخص کنید. آیزید لیستینگ رو که همون تب اول است انتخاب میکنیم. سامری رو انتخاب میکنیم و در قسمت ستون میایم اسپسیمن دیت و واحد زمانمون رو ماه انتخاب میکنیم چون داده هامون مربوط به 1 سال هست. اوکی میکنیم. ارگانیسممون رو به عنوان مثال ایکولای انتخاب میکنیم. میخوایم تغییرات ایکولای رو در واحد زمان چک کنیم، ایزوله هایی که جدا شدن. دیتا فایلمون رو باید حتما انتخاب کنیم. اگه توی این صفحه بود انتخابش میکنیم و به صفحه کناریش منتقل میکنیم در اینجایی که نشونتون میدم. اگه نبود این نوار رو باز میکنید، فایل رو انتخاب میکنید و فایل های مورد نظرتون رو پیدا میکنید. اونها رو انتخاب میکنید، به سمت راست منتقل میکنید، تایید میکنید. حالا آنالیز رو انجام میدید. همونطور که مشاهده میکنید توی جدول تعداد ایزوله های جدا شده در ماه‌های مختلف رو به شما نشون میده. همینطور اومده یک نمودار هم برای شما رسم کرده که همون جدول رو داره روی نمودار به شما نشون میده. از اینکه به صحبت‌های من توجه کردیم ممنونم. در جلسات بعد سعی میکنیم سوال‌های دیگری رو مطرح کنیم و کاربرد هونت رو به شما نشون بدیم.